خیلی خانم‌ها اومدن تو دایرکت منو میگن در قبال پول مهریه ما جهیزیه میبریم خونه داماد. موقع طلاق شما جهیزیتون رو تا قاشق چای خوریش هم از خونه داماد ور میدارید میبرید، ولی اون خرج عروسیش و آرایشگاه با هزینه لباس و اینا دیگه بهش بر نمیگرده. اینا رو اصلا در نظر نمیگیرین. هممون انسانیم ولی شدیم یک جوری مثل دشمن به هم دیگه نگاه میکنیم. باعث و بانی دخترایی که الان نمیتونن ازدواج کنن و مردا ریسک نمیکنن زندگیشون رو شروع کنن شماهایی هستید که سر مهریه پدر طرفو تو این دادگاه و اون دادگاه در آوردین. ترسوندین مردای ایران رو، ترسوندین فقط به خاطر اینکه یه ماشین سوارشید دور دور کنید و ذوق کنید با پول یا مفت مهریه به جایی رسیدین. من نمیدونم چرا مهریه تعداد مشخص نداره، هر کی هر چقدر دلش بخواد هر چقدر تیغش میبره از جوون مردم قشنگ مبلغ میندازه براش، موقعی گرفتنم تا قرون آخر میگیره.